سلام دختر گلم. امروز میخوام بهتون تمدید ژل پولیش پا رو بگم. چرا تمدید ترمیم نگفتم؟ چون ما کل لاک ژل پا رو باید ریموو کنیم و مجدد انجام بدیم. خب ما اینجا برای ریموو لاک ژلمون به 1% از کراتین ناخن نیاز داریم، نه بیشتر. اگر بیشتر باشه 100% آسیب وارد میکنیم. چجوری آسیب وارد میشه؟ با فشار دست زیاد. هرچی فشار دست زیادتر باشه میتونی آسیب وارد بکنی. من اینجا یه قسمت هایی اگه نگاه کنین لاک ژل هستش که اونو با سرسوهان کاغذی از بین میبرم. خیلی وسواس به خرج نده. خب بریم برای مرحله بعد دورگیری. من برای دورگیری از این سرسوهان دوکی استفاده میکنم که عصای دستمه. فرقی نداره، از هر کدوم که راحتی میتونی استفاده کنی. سرفرست اورژینال باشه، زاویه دست درست باشه و درجه دستگاهت هم مناسب باشه. من به 2 قسمت تقسیم میکنم، قسمت راست و چپ. سینوس سمت راستمون رو انجام میدیم. از 1/3 ابتدایی سرسوهانم استفاده میکنم. برای سایدوال دیواره ها اینجایی که داریم میبینی من سرسوهانم رو میخوابونم و به صورت مالشی اینجا رو انجام میدم. این قسمت زنده ترین قسمت ناخن ما هستش، پروکسیمال ما هستش. حالا خیلی نمیخوام تخصصی واردش بشم، ولی خب شما باید اینا رو بدونین. مرز بین مویرگ ها و کوتیکول ما ایپونوچیوم این مرز رو برای ما مشخص میکنه. از یه بافر کمک گرفتم برای تمیز شدن سر فرزم. به گوشت اطراف ناخنمون بالشتک هم گفته میشه که با گرفتن درست هند بیس زاویه درست رو میتونیم پوسته ها رو به صورت مالشی از اونجا ریموو کنیم. اصطلاحاً به این کار میگن جیب سازی. کدوم کار؟ این کاری که زیر کوتیکول ما آری از هر گونه ناخونک یا پوسته‌ای باشه. من از ابزار برش قیچی استفاده میکنم. تو میتونی از نیپر استفاده کنی، هرچی که راحتی. توی ویدیوی دیگه بهت یاد میدم چجوری باید با قیچی کار کنی. و اینم بگم اگر دوست داری با جزئیات بیشتر و کاملتر ژل پولیش پا رو به توضیح بدم، حتما برام کامنت کن که من در اسرع وقت برات آپلودش کنم. کلا برای انتهای کارم از روغن استفاده میکنم. چرا؟ بخاطر اینکه پوست ما خشک شده نیاز به روغن تراپی داره و همین که از نظر مشتری خیلی جذابه. و مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. دوست دارم. این شما و اینم خروجی کار. راستی اینم بهت بگم با سابسکرایب کردنت میتونی یه کمک خیلی بزرگ به یه دختر جوان بکنی. مرسی عزیزم.